آیا می‌دانید چگونه می‌توانید به فیلم‌های سینمایی قبل و بعد از انقلاب دسترسی داشته باشید؟ که دارین از سکته همینجوری هی تکست بزنین. این نشون دهنده این هستش که من کارم رو خوب انجام دادم. آقای سرنگونی، مواظب حرف زدنت باش وقتی با من داری صحبت می‌کنی. من به تو اجازه نمیدم به من توهین بکنی و با عوام فریبی و مظلوم نمایی فکر نکن که میتونی قصه در بیاری. وگرنه با اینکه اصلا برام مهم نیست پالتا، چون متوجه شدم که فقط سرکاری این داستان‌ها فقط اتلاف وقت بگی منو و امثال مثل شما هستن که این رژیم 33 سال مونده. شما این که تا ما میایم به رژیم فکر بکنیم شاه بد بود، شماها اتفاقا به نفع رژیم کار میکنین. به کسی که به مملکت تو خدمت کرده هی تهمت و توهین میکنین که پادشاهی ها رو تحریک بکنین که جواب شماها رو بدن. من اومده بودم اینجا میخوام در ارتباط با ببینم که چه هست. میخواستم شما هنوز دیدم نه همونی بودین که هستین. بگی منو چیزی نداریم برای گفتن. رژیم چیه؟ ایران چیه؟ نشینیم تخمه بخوریم و پسته بخوریم با پیژامای راه نشستین کنار چراغ نفتیاتون. 6 تا لیوان تو خونه دارین 8 رنگ. کاری دیگه غیر از این ندارین. قیافاتون هم کاری دیگه میتونین بکنین. برین خودتون رو تو آینه نگاه کنین. آینه هم نمیتونین خودتون رو نگاه کنین. حالتون از خودتون به هم میخوره. میگه بهتره نگاه نکنم چه نگاه کنم. خدا هر کاری که تونسته با شماها کرده. نه فقط سرنوشت مملکت، ریخت و شکل و شمایلتون از حرف زدناتون کاملا مشخص. شما تظاهرات طرفداران پادشاهی ببینید، تظاهرات ضد پادشاهی هم ببینید، هر چی درب و داغون و کج و کلفت، برای همین عقده‌ای شدید. بگی منو شما به خاطر شکل و شمایلتون عقده با زیبایی معلوم مخالفت میکنید، چون در زیبایی و زیبا بودن اصلا نمیتونید نقش دیگری داشته باشید. همین مخالفین ریخت شکل شمایلتون تو تظاهرات میبینید دیگه، هر چی درب و داغون و کج و کله دوزاری توی تظاهراتتونه. تمام پر عقده، نفرت، کینه. بگی منو و از اونجایی که هر چی تو دل آدم باشه تو صورت آدم، از بس دلاتون سیاهی، چهرهاتون هم کریه و کریدتره. ببینید طرفداران پادشاهی رو ببینید، همه شیک، همه آدم حسابی، سرشون به تنشون میارزه. حداقل وقتی 4 تا خارجی اینا رو نگاه میکنن لااقل یه ذره به خودمون افتخار میکنیم. حالا شو جمع کن آقا داستانت رو. حالا هر نوع وصله ناجور بزنین کاری دیگری جز این نداره. وزارت اطلاعات فاسد و فاسد الاخلاق و با قلب و درون فاسد. اگر نبودین مملکت رو نابود نمی‌کردین و به دشمنان ایران آری نمی‌گفتین. یعنی جمهوری اسلامی. واقعا جمهوری اسلامی حق امثال مثل شما هست. برای چی جمهوری اسلامی باید بره؟ بعد جمهوری اسلامی بره آشغال‌تر از جمهوری اسلامی که خود شماها باشین بیاین، همون آشغال‌ها دوباره مملکت بیفته به همون دست. وزارت اطلاعات ضد پادشاهی یکم درد پادشاهی یکم بد نبود، جالب نبود. فکر می‌کنم لیاقت. خب دوستان عزیزم، دوستان گل خودم، خسته نباشین. امیدوارم هر جا که هستین پاینده باشین. امیدوارم اکثریت